اسماء الله غیر محصوره بعدد معین. این نقطه مهم است. نامهای الله با شماره معین محدود نیستند. با یک عدد معین نامهای الله محدود نیست. و دلیل آن بیان اینکه نامهای الله با شماره معین محدود نیست قول رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمود اللهم انی اسألک بكل اسم هو لک. ای الله تو رو با هر نامی که از آن توست، نامی که خود رو به آن نامیده ای، از تو سوال دارم. او انزلته فی کتابک، یا آن نامهایی که در کتابت آن را تو فرود آورده ای، نازل کرده ای. او علمته احدا من خلق، یا که یکی از این نامهایت را به یکی از مخلوقات، به یکی از خلقت تو تعلیم داده ای، آموزانیده ای. او استأثرت فی به فی علم الغیب عندك. این نقطه، یا آن نام را در علم غیبی خود در نزد خودت نگاه داشته ای، از تو دعا میکنیم. پس معلوم شود که بعضی از نامهای الله سبحانه و تعالی هستند که الله اون رو برای ما گفتگی نیست. پس نامهای الله با این 99 نام که میگن نامهای الله 99 از این زیاد است، این سخن پس معلومه که به نص این حدیث نادرست است. حدیث صحیح است. از ابن مسعود رضی الله عنه روایت احمد و ابن حبان و حکیم روایت کرده هستند. و حافظ ابن قیم در شفاء العلیل در صفحه 274 درباره اهمیت و منفعت ها در کتاب فوایدش و احمد شاکر این حدیث را در مسند تصدیق کرده هستند و البانی این حدیث صحیح دانستند. پس در اینجا که آنچه را که الله در علم غیب در نزد خود برای خود نگاه داشته است، این را در اینجا بیان میگردد که نامهای الله زیاد هستند. پس در اینجا سخن می رود که جمع کردن بین این حدیث و قول پیامبر صلی الله علیه و حدیث دیگری که ان لله 99 اسما، که از برای الله 99 نام هست. الله دارای 99 نام است. در حدیث دیگر 100 الا واحده، که 100 است مگر یک، 99 نام است. من احصاها دخل الجنه، کسی اینها را حساب نماید، حفظ نماید، داخل بهشت میشود. که این حدیث روایت بخاری در باب دعا ذکر شده است از حدیث ابی هریره. پس معنای این حدیث این است که نامهای الله 99 نام است. اگر معنای این حدیث رو بگیریم، هر کی این 99 نام را حساب کند حفظ نماید وارد بهشت می شود. پس مراد از این نیست که اسمهای الله تعالی با این عدد محدود هستند. 99 است جز این نیست. پس نظر این نیست که 99 باشند تمام. پس چون حدیث بالا بر این اشاره میکنه که نامهای الله سبحانه نامهای دارد که بر ما ذکر یادآوری نکرده است، یا که به بعضی از خلقش اون را آموخته است.